زندگی میکنیم فعلا یک 20 سال میشه. دیگه امنیت شکر خوب است ولی که کار بار نیست، کلا مردم پریشان. همینطور لالهان سرگردان. من شخصا خودم هستم که بیکار هستم، 10 نفر در خانه نانخور داریم. شکر آدم که اقتصادش خوب بود و میفهمی که همه چیز در خانه پیدا میشه. وقتی که بیکار بودی، وقتی که روزگار بیکار بودی، روزگار نبود، اقتصاد صحیح نبود دیگه، طبعا که یک روز یک چیزی هست، 2 روز نیست، 2 روز هست، 3 روز نیست. سر روز بیدر سر چوک یک آدم میره پس میره دیگه، نمیده تاو بالا دیم سرک گشتم. امو زیاد کار کنیم امو 1.5 ساعت 2 ساعت پور ما باید چی بدم؟ آرد بدم، روغن بدم، بوره بدم، چای بدم، پتاتی کچالو بدم. زیادی باید میره کامل برادر میشی نبکی. از شو پیدا میکنیم روز نیاز، از روز پیدا میکنیم شو نیاز. یعنی می گزاره ماست.